قدیم وقتی می‌خواستی زن بگیری یه دیپلم می‌گرفتی، 2 سال می‌رفتی خدمت مقدس سربازی، بعد 2 تا اتاق کرایه می‌کردی، دست همسر مهربانتو می‌گرفتی می‌بردی سر زندگی. الان دیگه علم پیشرفت کرده، یعنی با دیپلم و پایان خدمت و 2 تا اتاق پاستیل خرسی هم تو صفحه دوم شناسنامه‌ات نمیندازن. برای همین الان برای که زن بگیری باید بری لیسانس بگیری. با لیسانس که کار نمیدن که، بعد باید بری فوق لیسانس بگیری، بعد بدون پایان خدمت که به کسی کار نمیدن، بعد با مدرک فوق لیسانس باید 2 سال بری خدمت مقدس سربازی، بعد که از اونجا اومدی سربازی تموم شد بعد بگردی دنبال کار ماهی 800,000 تومان که باز با ماهی 800,000 تومان پاستیل خرسی هم تو صورتت نمیندازن. در نتیجه میری سراغ کار دوم، بعد با کمک پدر، اقوام، خیشان، دوستان، همسایه بالاخره میتونی رو پای خودت وایسی. بعد که رو پای خودت وایسادی شده 42 سالت، بعد در سن 42 سالگی بعد بگردی تو شهر ببینی زن بهت میدن یا نه.